سلام، سفاری هستم، مشاور سلامت جنسی. امروز میخوام یه نکته ساده اما خیلی مهم رو باهات در میون بذارم. ماندن در لحظه حال و لذت بردن از لحظه حال. یعنی چی؟ وقتی تو رابطه هستی، اینجا و اکنون در لحظه حال مهارتش رو در واقع پیدا میکنی که در لحظه زندگی کنی. خیلی در واقع حس‌ها، لمس‌ها، اون صداها، آواها و حرم نفس‌ها، اون همه اینها رو، همه این احساسات رو خیلی عمیق‌تر میتونی درک کنی و به یک لذت در واقع رابطه لذت بخشتر و صمیمیت بیشتری دست پیدا میکنی. چون خیلی از خانم‌ها حواسشون پرت میشه که حالا مثلا بچه چی شد، درسش چی شد، غذا چی شد، حالا اینو چیکار کنم. این پرت شدن توی در واقع حواس پرتی عامل خیلی بزرگ و مهمی هست تو اینکه اون خانم شادی و در واقع اون رضایت و اون لذتی که میخواد نرسه. پس دفعه بعدی به جای اینکه تو رابطه هستی، به جای فکر کردن به نتیجه کار که حالا چی میشه، ارگاسم چی میشه، به ارگاسم میرسم نمیرسم، چطور پیش میره، فقط در لحظه بمون و از مسیرت لذت ببر. حالا تو به هم بگو که چه چیزایی تو رابطه بیشتر باعث میشه که تو در لحظه بمونی.